اگه میخوای بدونی که کمبود چه ویتامینایی میتونه خواب تو تحت تاثیر قرار بده و اونا رو کمتر بکنه، با من همراه باش. 1. کمبود ویتامین E. تحقیقات نشون داده که کمبود ویتامین E میتونه تاثیر زیادی در کیفیت و کمیت خواب داشته باشه. 2. کمبود ویتامین C. در رفرنس های سلامت روان این مطلب اومده که کمبود ویتامین C میتونه توی کیفیت و کمیت خواب مشکلات جدی رو ایجاد بکنه. 3. کمبود ویتامین B12. این ویتامین B12 میتونه در تامین انرژی بدن ما نقش مهمی داشته باشه و در خواب و کیفیت خواب میتونه بسیار مؤثر باشه. 4. کمبود روی. کمبود روی در اختلال خواب بسیار مؤثره. این ماده معدنی در مواد غذایی زیادی یافت میشه، به خصوص در غلات. متشکرم.